تنفر خانواده دورسلی از هری پاتر هیچ وقت بی علت نبوده. 99% افراد حتی متوجه این نکته نشدن که چرا خانواده دورسلی که سرپرستی هری پاتر رو بر عهده داشتن انقدر با هری بد اخلاق و خشن و خیلی به دور از اخلاق باهاش رفتار میکردن. شاید با خودتون بگید که این رفتارها برمیگرده به خاله هری پاتر، یعنی مادر دادلی، همون پسر چاق و خپل و افاده‌ای که بجز حسادت به هری پاتر هیچ کار دیگه‌ای بلد نبود و جالبه که با این وجود مادرش هم همیشه بهش افتخار میکرد. ولی از اونجایی که مادر هری یا همون لیلی پاتر یک جادوگر بوده ولی خواهرش یعنی مادر دادلی یک زن معمولی با یک زندگی کاملا معمولی و به دور از دنیای جادویی بوده، شاید در حالت عادی بتونیم به این نتیجه برسیم که این خودش بزرگترین علت برای تنفر و حسادت خانواده دورسلی نسبت به هری پاتر بوده. اما علت اصلی این حجم از خشونت و عصبانیت خانواده دورسلی نسبت به هری پاتر چیز دیگه ایه. در قسمت آخر این فیلم یا همون هری پاتر و یادگاران مرگ ما با مقوله‌ای آشنا میشیم به اسم جان پیچ یا هوروکراکس. لرد ولدمورت برای حفظ زندگی خودش و داشتن جاودانگی روح خودش رو به 7 قسمت تقسیم کرد. هر تیکه از اون رو داخل یک شیء پنهان کرد که بهش میگن جان پیچ یا هوروکراکس. هری و دوستانش رون و هرماینی 6 تا از این جان پیچ ها رو پیدا و نابود کردن، اما تا آخرین لحظه هیچ کس نمیدونست که 7مین هوروکراکس خود هریه. و قطعا همونطور که در طول فیلم متوجه شدین، هر کسی که این جان پیچ ها و هوروکراکس ها رو داشته باشه کاملا تبدیل به یک شخصیت عصبانی و بد اخلاق میشه. دقیقا همونطور که هرماینی و رون وقتی که اون گردنبند جان پیچ رو داشتن کاملا تبدیل به یک آدم بدبین و خشن شده بودن نسبت به هری. و خانواده دورسلی هم که مدت‌ها داشتن در کنار یک جان پیچ زندگی میکردن، یعنی خود هری. پس این کاملا طبیعیه که خانواده دورسلی این حجم از تنفر و حسادت رو نسبت به هری داشته باشن. در قسمت‌های ابتدایی رون ویزلی به هری میگه خواهر من جینی از تو خوشش میاد، اما اولش هری این قضیه رو خیلی جدی نمیگیره چون هر دوی اونها سن خیلی کمی دارن. اما رفته رفته در هر قسمت این علاقه جینی به هری کاملا کم که نشده هی بیشتر و بیشتر هم میشه. اما علاقه ناگهانی هری به جینی دقیقاً از قسمتی شروع شد که جینی وارد مغازه برادرای دوقلوی خودش جورج و فرد میشه و چشمش ناگهان به معجون عشق دروغین میفته. شاید شخصیتی که ما از جینی دیده باشیم به ما بگه که جینی نمیتونه همچین کاری بکنه که بخواد هری رو با جادو مال خود بکنه، ولی اصلا دور از ذهن نیست که این علاقه یهویی هری به جینی میتونه دلیلش معجون عشق دروغین باشه. اگر هری پاتر رو دیده باشین قطعاً با شنیدن اسم دابی لبخند به لبتون میاد. دابی برای اولین بار در قسمت تالار اسرار وارد داستان شد و از همون لحظه اول نشون داد که چقدر خاصه. ممکنه خاص بودن دابی از ظاهر متفاوتش بیاد، ولی دلیل اصلی خاص بودن دابی به خاطر دلهره و نگرانی اون برای هریه. حضور دابی صرفاً به خاطر یک اخطار ساده نبود. دابی اومده بود که جون هری رو نجات بده و این کار رو هم کرد. رفت تو دل خطر، کلی اذیت شد، کلی کتک خورد، فقط به خاطر اینکه هری آسیب نبینه. یکی از خصوصیت‌های جالب دابی این بود که دابی عاشق جوراب بود. جوراب برای دابی یعنی آزادی. اگر قسمت دوم یادگاران مرگ رو دیده باشین محاله که اون صحنه دلخراش رو فراموش بکنید. دابی بعد از نجات دادن هری و دوستاش از زیرزمین خاندان مالفوی حتی به این فکر نمی‌کرد که ممکنه خودش آسیب ببینه و در نهایت لحظه‌ای که همه ما داشتیم یک نفس راحت می‌کشیدیم ناگهان بلاتریکس چاقوی خودش رو پرتاب کرد و اینجوری بود که در نهایت دابی توی بغل هری از دنیا رفت. بار احساسی این سکانس انقدر زیاد بود که اما واتسون بازیگر نقش هرماینی میگه من اون لحظه رو خیلی گریه کردم، ولی نه موقع فیلم برداری، زمانی که داشتم برای اولین بار کتاب رو میخوندم. اون میگه من خیلی جاها گریه کردم، اما تنها جایی که با خاطرش خیلی داغون شدم صحنه مرگ دابی بود.
و در نهایت شما هم اگر با این فیلم گریه کردین و احساساتی شدین میتونین برای ما توی کامنت ها بنویسین. مرسی از همه شما. ارادت.